چرا اکثر انسان ها امروز در زندگیشان از زندگی خود شکایت دارند، هیچ آرامش درونی و آرامش روانی ندارند و اکثرا در جامعه میبینیم که با مشکلات زیادی در خانواده هایشان، حتی در جامعه با مشکلات زیادی روبرو هستند و تشویش دارند در زندگیشان. حتی کسانی که بعضی علوم را هم میدانند، یعنی خود را انسان‌های دانا هم فکر میکنند، اما زمانی که زندگیشان را میبینین خیلی ها دچار مشکلات هستند، تشویش دارند. بخصوص پدران و مادران بیشتر با این مشکلات روبرو هستند. دلیل عمده‌اش این است که یک عضو در وجود انسان ها است که همان قلب هست. زمانی که در قلب محبت بجز از محبت الله متعال قرار می گیرد، انسان هیچگاه آرام و قرار نمی داشته باشد. هیچگاه انسان نمی تواند آرامش پیدا بکند. اگرچه اطرافش زیبا باشه، اگرچه تمام آن سهولت ها و امورات زندگی را که نیاز انسان ها است را داشته باشد، باز هم نمی تواند آرامش واقعی پیدا بکند. چرا که قلب مثابه مرکزیت جسم است. زمانی که مرکزیت جسم نارام باشد، زمانی که در این مرکزیت محبت کسی دیگر باشد بجز از الله، یعنی محبت فرزند، محبت مال و محبت مقام، شهرت، پس هیچگاه انسان نمیتواند به آرامش برسد. این دلیل است که چرا انسان ها نمیتوانند امروز به آرامش برسند. اگرچه جامعه های پیشرفته دارند، از انسان زمان میتواند به یک آرامش واقعی برسد، زمان میتواند تشویش و غم و غصه را ازش دور بسازد که با الله متعال ارتباط داشته باشد و تنها محبت او را در قلبش جای بدهد. پس اگر انسان ها میخواهند چنین محبتی را به دست بیارند و ارتباطشان را به الله متعال محکم بسازند، ارتباط مستقیم داشته باشند، همانا قرآن رای حل هست. هیچگاه بدون از فهم قرآن، بدون از رفتن به سوی قرآن، نمیتونه انسان با الله متعال ارتباط برقرار بکند و محبتش را در قلبش جای بدهد. انشاءالله که ما این قلب هایمان به خاطر قرآن بتپد و برویم با آیات زیبای قرآن قلب هایمان را هم زیبا بسازیم. شاد و موفق باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.